سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. داشتم طراحی وبسایت می‌کردم برای یه بنده خدایی، سایتشو تازه به ما داده. به یه مشکلی برخوردیم که متاسفانه آموزش درستی هم راجبش ندادن. گفته این فیلمو بگیریم هم کار اون بنده خدا را بیفته، همین که شما بدونی اگر این مشکلات خوردین چیکار باید بکنید. مشکل چیه؟ به‌روزرسانی PHP توصیه شده. اینو بهتون بگم اگه کارفرمایی دارید این ویدیو رو نگاه میکنین لطفاً به طراح وبسایتتون گیر ندید. این مشکل از طراح وبسایت نیست، مربوط به شرکت هاستینگتون میشه. شما وقتی میرید هاست میخرید ممکنه با یک نسخه PHP قدیمی به شما تحویل بدن یا ورژنش پایینتر باشه. اینو شما باید به شرکت هاستینگتون پیام بدید، هر شرکتی هست، از اونجایی که هاست یا سرور خریدید. بهشون بگید آقا نگارش PHP من یا نسخه PHP من پایینه، 7.4 میخوام چند باشه؟ 8.3 باشه یا 8 باشه حتی. موظفن چیکار کنن؟ افزایش بدن. اما اگر به هر دلیلی این کارو نکردن ما اینجا حلش میکنیم. یه نکته دیگه، همین الان نگاه کردم، دیدگاه ها رو میبینید؟ لطفاً هر سری که میایین وارد وبسایتتون میشید این دیدگاه ها رو چک کنید. دیدگاه ها خیلی مهمه. بعضی وقتا پیش میاد که بعضی از افراد بیان یه دیدگاه جهنگی بذارن، یه دیدگاه مخربی بذارن، ایمیلی بذارن، سایتی بذارن. لطفاً به محض اینکه اینجور کامنت ها رو دیدید روی جفنگ بذارید یا کلاً حذفش کنید. پاک کردن بر همیشه هم چک کنید، نذارید بمونه. خب اولین کاری که میکنید وارد سی پنل خودتون بشید یا اگر دایرکت ادمین برای شما گذاشتن وارد اون دایرکت ادمین بشید. ما الان چون برای این بنده خدا سی پنل تهیه کردم و وارد سی پنل شد. خب بیایم پایین تر به یه بخش میرسه سافتوار سلک PHP ورژن، روش کلیک کنید، منتظر میمونید تا لود بشه. خب اینجا نسخه 7.4 بوده، روش کلیک میکنیم و میایم پایین روی نسخه 8.3 میزنیم. حالا بالاتر هم میتونید شما بزنید و میزنیم تا تنظیمات ذخیره بشه. بذاریم یه بار دیگه ارور داد، یه بار دیگه میزنیم. درست شد، ست شد. یه مشکلی پیش اومد و چیزی نبود. یه بار دیگه برای اینکه چک کنیم از اول بیایم نگاه کنیم. بله ست شد. به باقی موارد دست نزنید. الان نسخه PHP شما افزایش پیدا کرد به 8.3. چند تا مورد وجود داره. اگر گذاشتین روی 8.3 و سایت رو لود کردید و سایت برای شما بالا نیومد یا اروری داد، برید حالت دیباگ وردپرس رو فعال کنید، اشکال زداییش رو که حالا آموزشش هم میزنید. دوباره برید داخل WP کانتنتتون و اونجا اون فایل وردپرسی که هست رو بردارید و حالت دیباگ رو فعال کنید، تو روش بکنید به جایی که فالس باشه. اون وقت اروری که دریافت میکنید راحت میتونید مشاهده کنید که چه اروری هست و بعد حلش بکنید. اما میگم اکثر مواقع با این کار حل میشه. اما اولویت با چیه؟ با اینکه تیکت بدید به شرکت هاستینگ. در هر صورت حالا به هر دلیلی نتونستی یا نشو یا درست نکردن این حرکت رو بزنید.